میل دارید؟ 6 تا ساندویچ فلافل، 8 تا سمبوسه، بله. 12 تا پاکوره. نوشیدنی؟ فقط یه دونه نوشابه رژیمی. حتما رژیمی باشه، تأکید میکنم حتما. بله بفرمایید، صرف میارم خدمتون. یله. ای چه بویه؟ حالت تهویه گرفتم ناموسن. کدوم گوادی چسید؟ تو بودی لاشی؟ خود جنب فلافل نداره نخور. بابا مونه بودم ناموسن، ما اصلا چیزی تو معدم هست که باد تولید کنه؟ پا کی بوده؟ این خانم که نیست، حتما من چسیدم خبر ندارم ها؟ ایله. اوه فلافل نخورده و چون سوخته. ببخشید جناب. جانم. اون آقا تقصیری نداشتن، راستش کار من بود، معذرت میخوام. کار شما بود؟ ولک عجب بوی. ماما میا ماماسيتا كعتشيلة، يا رايحة تلخ، تركيب عزليم وترش، نخود وخيار شور. بنسبت میتونم بگم طعمش معتدله. وای شما چقدر بانمکید. مرسی. افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟ اسمم عاطفه است. منم جاسمم. از آشناییت خیلی خوشبخت شدم. افتخار میدی برسونمت عزیزم؟ وای نه مرسی، خودم تاکسی میگیرم، مزاحمت نمیشم. مزاحم؟ ولک من اگر گی هم بودم باز مراهم بودی. اصلا من خودم تاکسی هم، نوکرتم در بس. بفرما عزیزم، تعارف ننداز. وای مرسی. بدبختی چیزی هم تو آشغالانی ما کوفت کنیم. چیه ژیلت و وازلین و نمیدونم کاندوم، حداقل یه چی میدادی بدبخت بخوره تهشم برا ما بمونه ناموسه. این گربه لاشی هم امون نمیدن لامسته. کی خر چون گشاد. مرسی که دعوتم قبول کردی عزیزم. بعد از فلافل یه قلیون مشتی میچسبی. خواهش میکنم عزیزم، راستش من اهل دود نیستم. الهی قربونت برم. این شکمه میبینی؟ این فکر نکن چربیه. من حاملم، عزیز آهنگ حاملم ناموس. های منیوچ اینه عوض کن ناموس، سردت گرفتی. از خواهی میکنم. خب عزیزم یکم بیشتر از خودت برام بگو. دختر به این خوشگلی چرا سینگله؟ راستشون مردی که بتونم بهش تکیه کنم هنوز نتونستم پیدا کنم. والله راست میگی، این روزا دیگه مرد پیدا نمیشه. زن نیاز به شونه های مردونه داره که پاهاش بذاره روش، سرش بذاره توش، روش. نظرت راجع به من چیه؟ یه جورای ازت خوشم میاد. الهی فدات شم. من اینجا رو نگاه کن. ولی قرار نبود این شکلی بشه. وای این دیگه چی بود؟ ببین خیلی باحالی. تو رو خدا امشب بیا مامانم ببینم. باشه مطمئنم ازت خوشش میاد. ولی حقیقتش روم نمیشه. لست نشو دیگه، پاشو بریم. خویله. سلام مامان، ما اومدیم. عزیزم بفرمایید. میگم اشکال نداره با متراش بیام داخل؟ نه اشکال نداره، بیا تو. یا الله، سلام علیکم.